سلام بچه ها، به کانال مستر هامون خوش اومدید. تو این قسمت ما میخوام یه دونه تکنیکی از فتوشاپ رو یاد بگیریم. تو این تکنیک میخوام یک عکسی رو داخل یک جای شیبدار قرار بدیم و از اون خروجی بگیریم. چطور؟ روشش خیلی ساده است، با چند کلیک انجام میشه و اینو بهتون بگم که خیلی لازم میشه، خیلی بهش احتیاج پیدا میکنیم. ما برای این کار یه دونه قبل از این کار رو انجام بدیم ما عکسامون رو انتخاب کردیم، میدونیم باید چی کار کنیم. من عکسام رو انتخاب کردم، میخوام این عکسم این هست، دومین عکسم هم این هست. میخوام این عکس رو داخل لپتاپ یا این عکس بذارم. برای این کار اولین کار که باید یا دومین کار که باید انجام بدیم بعد از دانلود عکس‌ها یا انتخاب عکسامون وارد فتوشاپ میشیم. وارد نرم افزار فتوشاپ میشیم، زمان میکشه لود بشه. منتظر میشیم تا نرم افزار بیاد بالا، طول میکشه. بعد سومین کار که باید انجام بدیم اوپن رو میزنیم، عکس اولی یا بک‌گراند رو انتخاب میکنیم. عکس اومد، اینجا برای ما نشون داده میشه اون عکسی که میخوایم داخلش قرار بدیم، ولی اینو نمیخوایم انجام بدیم. من ببخشید اشتباه شد، این عکس رو میخوام. قبلا از این عکس خروجی گرفتم، میخوام این عکس بک‌گراندم این باشه. چهارمین کار که باید انجام بدیم میاییم و یه دونه لایه ایجاد میکنیم. بعد از اینکه لایه رو ایجاد کردیم میایم از طریق فایل اون عکس رو میخوایم بندازیم روی لپتاپمون، انتخاب میکنیم که این عکس هست. من میام از طریق این نرم افزار، میگم از طریق این ابزار اینو سلکت میکنم، جایی که نگاه کنید یه دونه برچسب تبلیغات داره، ما اینو دیگه نمیخوایم انتخاب کنیم، از اینجا برمیداریم. بعد کپی رو میزنیم، در قسمت ادیت کپی رو میزنیم، برمیگردیم به عکس. بذارید این قبلی رو پاک کنم به این عکس. بعد میایم ادیت رو میزنیم، پیست میزنیم. بعد از اینجا سایزش رو درست میکنیم، تنظیم میکنیم، کوچیک‌تر میکنیم تا این اندازه داخلش. الان شما میبینید که اگه ما اینطوری خروجی بگیریم درست نمیشه، اصلا شکل بدی اتفاق میفته، اصلا ظاهری جالبی نداره و همه این کار بکنیم همه به ما میخندن. برای اینکه این تصویر رو تو این تصویر بک‌گراند غالب کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟ من روی این کلیک میکنم، راست کلیک میکنم، بعد که اومد گزینه دیستورت رو میزنم. گزینه دیستورت رو زدید، از این لبه هاش میگیرید و داخل عکس قرار میدید. یه ذره اینجا شما باید خودتون تلاش کنید اون رو داخل قاب قرار. ما الان تیکش رو زدم، سیو شد، ذخیره شد. حالا دیدید که این عکس رو وارد نرم افزار کردم، کاری کردیم که این عکس روی اون عکس بیفته و طبیعی تر به نظر بیاد و مشکلمون تا حدودی حل بشه. این ساده ترین روش. پیچیده ترین یه ذره روش هایی هم هستن که از این بهتر عمل میکنه، ولی من خواستم روش ساده رو بهتون نشون بدم. بعد میایم روی فایل میزنیم، بعد روی قسمت سیو از میزنیم، بعد جایی که میخواییم میزنیم، بعد فرمت رو انتخاب میکنیم، بعد گزینه سیو رو میزنیم، یس میزنیم، تمام. بله، کوالیتی کیفیت هم برای من نشون میداد. بعد فتوشاپ میبریم، میبینیم که عکسمون رو داخل نرم افزار قرار داد، داخل این عکس قرار داد و ما میتونیم در قسمت های تبلیغاتی جای دیگه ازش استفاده کنیم. ممنون که با ما همراه بودید، ممنون که تا این لحظه تماشا کردید. به نظرم که
کاریه که جالبه، میتونه بهتون کمک کنه. ممنون که کنار ما بودید. خداحافظ.